سازمان‌های اجتماعی در ولایت ختلان میگویند سالهای اخیر یکی از مشکلات عمده به عنوان طلاق دیده در ولایت گرفتن کمک پولی یا الیمنت برای تربیت فرزندانشان شده است. تنها در 2 ماه اخیر به سازمان‌های جمعیتی ولایت برای دریافت کمک 200 مادر تنها مراجعت کرده است. نداشتن نیکوی رسمی، ندانستن قانون و در مهاجرت کاری بودن شوهران سابق از مشکل اساسی این گروه زنان است که نمیتوانند با آسانی برای فرزندان خود کمک پولی قانونی آنها را رویانند. ماه رخساری 27 ساله ساکن شهری سربند زود به سازمان‌های اجتماعی برای دریافت کمک در گرفتن الیمنت یا کمک پولی پدر فرزندانش مراجعت میکند. 2 سال پیش شوهر مهاجرش او را با 2 فرزند نابالغ طلاق داد و این زن به خانه پدر برگشت. چند جدا دوک کردم برای همون گرفتن الیمنت که خیلی در زندگی چی کودکا میشود گفته یگان جو کمک هم گرفتن نتونستم. خودم یگان جو خوندگی نیستم، خونشینم. ولی این زمان مردانی که زنهایشان را طلاق دادند همگاه از مشکل پرداخت کمک پولی فرزندان مینالند و بیکاری و نبود درآمد ثابت را دلیل این وضع مینامند. میرزا شاروخ 33 ساله یکی از آنهاست. وی 5 سال پیش همسرش را طلاق داده طبق قرار دادگاه ناحیه بختر موظف شده است که برای 2 فرزندش الیمنت سپارد. доказа 200 сум метам хай нест ҳам пул лекин чанд маротиба гуфтам агар ки зуруд биё як фарзанда мадабте наметия на дигар хел мекунад. وی میگوید که 2 پسری اولش از زن یکم هم عین همین حال را دارند. در ماده 81 و 83 کدکس اولیای کشور آمده است که در صورت داشتن عقد نکاح قانونی پدر موظف است که در صورت ترک اولیه به فرزندانش کمک پولی دهد. طبق قانون نفری که جای کاری دائمی یا سرچشمه درآمد داشته باشد برای یک کودک 25%، برای 2 کودک 33% و برای 3 یا زیاده از آن باید 50% معاشش را پرداخت کند. طبق قانون در صورت حلنامه دادگاه که پدر وظیفه دار است الیمنت دهد ولی بدون سبب‌های عذرناک 3 ماه خودداری کند به جوابگری جنایی محکوم شدن از آزادی در ظرف 1 سال، پرداخت جریمه و جلب به کارهای حتمی کشیده می شود. طبق اطلاع رسمی دادگاه در منطقه قرغانتپه پدر جوان را برای پرداخت نکردن الیمنت در ظرف 1 سال برای 1 سال از آزادی محکوم کرده است. بازداشت و زندانی شدن این پدر جوان بر اساس شکایت همسرش صورت گرفت.